سلام، من حاجفیم. این اولین ویدیو توی چنل منه و تو خیلی خوششانسی که داری این ویدیو رو میبینی. تا آخرش با من همراه باش. پس راستی میدونستی کانگورو بوکسورن؟ دروغ هم چیه؟ خب بیا ویدیو رو ببین. کانگورو میاد وسط زمین. چه سیسی گرفته. فایت شروع میشه. کانگورو فقط بلده با 2 تا دست بزنه. با یه لگد میندازه زمین. دعوا داره بالا به. بزن. کانگورو معلوم اصلا ماتریکس خارج شده. یه بار دیگه هم افتاد زمین. چه فیگوری میگیره. عادی چوپان نیست برارم. انسانه داره کم میاره. نخ چیه بهش پس یاره. ایلش کرد. باز دوره پدرگزی 2 پا میزنی. داورم باش دعوا میکنه. عجیبه واقعا. این برام عجیبه که واقعا چجوری کانگورو فیگور میگیره. عجیبه چجوری. واقعا نمیدونم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. به نظر من فایت رو ادامه نده بهتره. به نفع خودشه. کانگورو داره مکشتش واسه. سه بار 4 بار افتاد رو زمین. مردم پشت صحنه دارن میخندن. بله خب بیا وسط معلوم میشه. نوکوت. فقط کلا با پا نکوتش کرد. حالا ببین چقدر گبیه. برنده شد. با اینکه دسته با داورم داریم. داور رو نکشه. کیه؟ کانگورو مثل خودی داره. سلام. بشین اینجا. میخوای فایت رو نگاه کنی؟ کمی مونده دیگه. بگراتو بکن. بشین. بیا. باید نگاه کنی. بشین نگاه کن. همینجا بشینی. برو رو دست. بله. چیکار میکنی؟ و فایت تموم رفت. چه دستی میزنن. داور که کاری نکرده. کانگوروها رو بیاریم وسط بزنیم. عجیبه. خب اینم بود از این ویدیو. سابسکرایب لایک یادت نره تا فردا ویدیوی بعد